امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. اومدیم امروز از رونمای اکانت فری فایرمون بریم. اینو داریم دوستان، همه اینایی که دارین رو من دارم. البته این به خدا رونمایی، شما مثلا نگید منم اینو دارم، اینا چیزی نیست که مثلا منم به خدا رونمایی. اینم هست همه چی هست. اینم هستش دوستان، اینم هست اینم هستش. اینا خب دوستان بریم برای که شلوارمون رو بکنیم. این هست اینو دارم، اینم دارم، این هست، اون هست، اینم هست اینا هم دارم. این هست دوستان، اینا هستن مایا حالا دیگه برش دیگه نترسم چون بیاد وقت اینا هستش دوستان، اینا هستش دوستان، اینا هم هستن چترامون. اینا از چیزامونه دوستان، اینا هم چیزامونه که باشون فرود میاییم. اینا هم دوستان چیزامونه، اینامونه و یامی. این ماشین هم خوشگله. اینا هستش اینا پروفایلامون اینا هستن. البته میخوام پروفایل بذارم اینا هستن اینا همشون هستن. و حالا اینجاها که باعث میشه که ما چیز از اینجا داریم کنیم که اینجا مهم میریم حالا سراغ گانامون که خدا هست. اینجا دوستان این گانا رو ما داریم، اینو هم داریم ما، اینو ما هم داریم. اینو همه دارن. حالا قصد بهتری ندارم مثلا اونایی که ندارن. خب حالا اینا چه باش سیستم گرفته یه خورم خرابه. خب اینا هم داریم، اینا هم هستش دوستان، اینا هم هستش اینجا هم دوتا گان لولی مونه، اینا هم گانای خوبمونن. اینا اینجا حالا بریم برای نشون دادن چی کاراکترامون دوستان. این هست کاراکتر، اینا هم هست More responsibilities. Bravery echoes in it. Chihuahua. Have you ever wondered? Just borrow Jill's friend of a dream mind. Let's get this Let's warm up. Got a new glue gun. talk about growing. خب دوستان قراره که بریم نشون دادن پروفایلمون.
دوستان در دوستشون به من درخواست بدیم حتما قبول میکنم. خب دوستان حالا بریم پایین بریم تو کارش که بریم سراغ بریم یه چند تا دیگه هم چیز بهتون نشون بدیم. برو بریم. مثلا گالویلی الان این قراره بیاد که ما میگیریمش. گردونش خیلی خاجی گردونش همش گوش دارم خاجی. مثلا خب ما میریم ادامه ویدیو. فعلا از گردونه مردونه حرف نمیزنیم. آقا ما میایم حالا کجا نشون بدیم بزنیم. حالا این گردونه رو نشون بدیم. مثلا نتونستیم اینو بگیریم چون نمیخوام بگیریم. های این گالویلی هم نگرفتیم بیداش رفتم گردونه اینو فور کنم. حالا چون نتونستم بزنم میدونم این هم که چیز میزنیم. حالا بخشی دارم این هم که اون واسه ویدیو دانلود دارم میکنم. خب و الان بریم سراغ این که بهتون نشون بدم که الان پروفایل من دیدین اینا هم وسایلمونن. حالا خب باتون گیم بزنیم و ما خداحافظی کنیم. یادم رفت هیچ نشونتون بدم. خب آقا ما که داریم بازی استارت میشه بدون ایران میگیریم سراغ دادن یارو. دوستان البته یادم رفت بگم لایک و ساب و کامنت ویدیو فراموش نشه. بریم. ویدیو بردم اگه بردم این بازی قول بده که ساب کنی که به من یک کمک بزرگه. بابا اولشو باختیم دوستان ولی خب میزنیمش دوستان قول بدیم بردم. تو خدا لایک و ساب اگه بردم لایک و ساب کنم. اگر بردم لایک و ساب کنم باشه. برو بریم. آقا ما لف میدیم. آقا لایک ازا نکنید. نخواستیم ولی تو بازم بکن حاجی. بابا ولی یارو اینو چی منو زد تو اصلا یهو اینو تیز زد. دوستان اینا از لول امان میریم حالا که خب دوستان اینا هم از سیزمون کاریترامونو بهتون نشون داری. بریم حالا بریم این حیوانامونو بهتون نشون بدیم. خب دوستان کاری نداریم. دوستان البته میخواستیم چه بهتون توضیح بدیم. آقا ما اسپانسر این ویدیو قراره بهتون کلا چیز بده. الان شما من حتما بهتون تبلیغ کنم که فری فایر رو حتما دانلود کنید. چرا؟ چون یکی از بهترین بازی‌های عمرم با بهترین گرافیک ها و شما اگر دانلود کنید بهتون یه عالمه همین اول وارد میشین چیزی میده. کال آف چیه بابا چه تو بده بچه‌ها دارم بازی کنم. پس شما قول بدین که سابسکرایب کنید و الان فری فایر بهترین بازی جهانه. تو داری میری کال آف بازی میکنی بازی به این قشنگی گذاشتی کنار. وای 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 حتما بریم فری فایر رو دانلود کن همین الان. این یکی از بهترین بازی عمرمه. خب دوستان کاری ندارین با اجازهتون خدافظ.